سلام دوستان عزیزم، امروز میخوایم در خصوص پیشگیری و درمان لکه‌های ناشی از آفتاب در فصل گرما صحبت کنیم. کاری که ضد آفتاب ها و در واقع درمان های ضد لک انجام میدن هم پیشگیری هست، در واقع پروتکشن، و هم کارکشن یا تصحیح هستش، خصوصا در فصل گرم تابستان که میزان اشعه آفتاب UVA و UVB خیلی بیشتر هست و ساعاتی که ما در معرض نور مضر خورشید هستیم در طول شبانه روز خیلی بیشتر هستش. نقش پروتکشنش زمانی هستش که هنوز لکه یا ملاسما ایجاد نشده. سعی کنید اگر کار ضروری ندارید بین ساعت‌های 10 صبح تا 4 بعد از ظهر کمتر از منزل خارج بشید. اگر که بیرون میرید حتما از نیم ساعت قبل ضد آفتاب بزنید و این ضد آفتاب رو در فضای باز هر 2 ساعت یک بار تمدید کنید. سعی کنید از ضد آفتاب‌های واترپروف که مقاوم به عرق و تعریق هستند استفاده کنید. اگر آرایش دارید و از پنکیک استفاده می‌کنید میتونید از کامپکت پاودرهایی که به صورت ضد آفتاب هستند استفاده کنید. یادتون نره سرم ویتامین C اثر ضد آفتاب رو تشدید میکنه، اما به شرط اینکه حتما زیر ضد آفتاب از اون استفاده کنید. حتما کلاه لبه‌دار استفاده کنید و عینک‌های قاب بزرگ که دور چشمتون لکه نشه. اگر لکه دارید میتونید از ضد آفتاب‌های حاوی اکسید آهن بهره ببرید که هم کاورینگ مناسبی به پوستتون میده و هم میزان اشعه رو خیلی بهتر جذب میکنه، اشعه در واقع UV رو، خصوصا در کسانی که با تبلت یا کامپیوتر یا صفحه موبایل کار میکنن. اگر لکه به وجود اومده شما بایستی از درمان‌های ضد لک هم در کنار ضد آفتاب استفاده کنید. پس ما 2 کار رو با ضد آفتاب انجام میدیم، یکی پروتکشن یا پیشگیری و دیگری کارکشن یا تصحیح. این دو رو حتما به خاطر داشته باشید و نحوه صحیح و درست استفاده از ضد آفتاب رو بلد باشید که در واقع یک فینگر تیپ یونیت یا به اندازه خمیر هست که شما روی خمیر دندون میذارید و به تمام قسمت‌های صورت حتما و قسمت‌هایی که سان اکسپوز هست بمالید.